در سال 2001 ارتش آمریکا وارد افغانستان شد. اونها داخل افغانستان شدند و با حمایت از نیروهای مردمی طالبان را شکست دادند. یک دموکراسی در این کشور شکل گرفت و ارتش ملی افغانستان هم زیر نظر آمریکایی‌ها تشکیل و ایجاد شدند. ولی بعد از 20 سال آمریکا متوجه شد که این کشور را نمیتونه اداره کنه، برای همین باید بره. طالبان هم تمام افغانستان را تصرف کرده بودند. ارتشی که 20 سال زیر نظر آمریکایی‌ها تربیت شده بود اصلاً در جلوی طالب‌ها مقاومت نکردند و پا به فرار گذاشتند. پس می‌بینیم که نیروهای آمریکایی مانند نیروهای شوروی دست از پا درازتر از این کشور می‌روند. قبل از شوروی هم انگلیس‌ها به این کشور حمله کرده بودند. آنها هم دست از پا درازتر آخر سر از افغانستان رفتند. افغانستان کشور خیلی وسیعی نیست، اما جمعیت آن هم زیاد نیست. پس چرا 3 تا ابرقدرت دنیا یکی پس از دیگری مغلوب این کشور و پا به فرار گذاشتند؟ براستی چرا؟ کارشناس‌های نظامی دنیا میگوید که دلیل شکست کشورهای بزرگ در این کشور هیچ چیز نمیدانند جز جغرافیای خشن افغانستان. افغانستان هم مانند برادرش ایران پر از کوههای خشن و بیابانهای خوفناک می باشد. یک معضل دیگر افغانستان ای است که نژادهای مختلف در آن با هم نمی سازند. آنهایی که مرزهای افغانستان را کشیدند بدون هیچ مطالعه‌ای فقط برای استفاده خودشان به این شکل مردم را تقسیم کردند که خود شما هم میفهمید که کیها بودند: روسیه و انگلستان. مثلا پشتونها در نیم افغانستان هستند، اما بیشتر آنها در پاکستانند و حضور دارند. 60 میلیون پشتون را با یک خط از هم جدا کردند. ایور دیورند و اوور دیورند. امپراتوری بریتانیایی ها با استفاده از ضعف داخلی ایران هر کاری که دوست داشتند در این منطقه انجام دادند. این مرز در سال 1893 تعیین شده است، خطی که هنوز هم یک مرز رسمی شناخته نمی شود. شما این خط را نگاه کنید، دقیقاً در وسط پشتونها کشیده شده است. دقیقاً مثل این میماند که روسیه و آلمان لهستان را 2 قسمت کند و یک قسم خود لهستانی ها هم این خط را قبول نکردند. دقیقاً مانند خط دیورند که وسط پشتونها حضور دارد و پشتونها نمیتوانند که قبول داشته باشند تا که وسطشان یک خطی وجود داشته باشد. برای همین هم این مرزها و این خطها قبول نمی شود. این خط دقیقاً از وسط کوه ها رد می شود و کنترل آن بسیار سخت می باشد. برای همین هم رفت و آمد نیروهای مسلح بین این طرف و آن طرف هر روز اتفاق می افتد و همین هم ناامنی ایجاد می کند. این خط دروغین باعث شده است تا همه جور قاچاق ها اتفاق بیفتد، از قاچاق اسلحه بگیر تا مواد مخدر. شاید برای شما جالب باشد که بدانید خط دیورند یعنی این مرز خطرناکترین مرز دنیا حساب می شود. حتی خطرناکتر از مرز 2 کره. هیچ مانعی در این مرز وجود ندارد، فقط کوه و کوه و کوه. اما به تازگی پاکستان این حصار را کشیده و 2 ماه پیش تمام شده است. ولی چیزی که مهم است، ساکنین این طرف و آن طرف حصار این خط را به رسمیت نمیشناسد. برای همین هم که اینجا یک مرز واقعی ایجاد شود. بقیه مرزهای افغانستان هم همینطور می باشد. همه ایشان به خاطر نفع این 2 تا امپراتوری بوده است. برای همین هم این کشور را هیچ قدرتی نمیتواند کنترل کند. یکی از دلایلش این است که به دریا هم راه ندارد. یعنی اگر بخوای بیایی باید از کشورهای
همجوارش رد بشوی تا بتوانی وارد افغانستان شوی. تازه اگر هم از کشورهای همجوار رد بشی و داخل این خاک شوی، تازه هم مشکلات شروع می شود. ممکن است هیچ ارتشی جلوی شما نباشد، اما ارتش خاک افغانستان جلوی شما است و نمیگذارد تا کنترل این خاک را به دست بگیرید. چرا؟ به خاطر این مرزهای اشتباه و کوهستانی که در این منطقه وجود دارد. رشته کوههایی که دیوار پشت دیوار قرار گرفته و یک ارتش با تمام تجهیزاتش می تواند در آن پنهان شود. %75 این سرزمین به این شکل می باشد. کوهستانی. در هر کدام از این دره ها می تواند یک ارتش پنهان شود. کوهستان های افغانستان نکات مثبت هم دارد. نکته مثبتش این است که مانند دیوار از شهر محافظت می کند. اما همین دیوارهایی که از شهر محافظت می کند احتمال دارد مخفیگاه دشمن نیز باشد و خیلی راحت به آن شهر صدمه بزند. یکی دیگر از معضلات این کوهستان ها جدا کردن مردم از همدیگر است. چون که کوهها باعث شده تا سالهای سال ساکنین آنها از هم جدا باشند و به مرور زمان بینشان فرق بیفتد و نامشان هم تغییر بکند و استعمارگرها هم بیایند و همان اسمها و رنگها را پررنگتر و پررنگتر کند. به نظر شما با این شکل آرامش ایجاد می شود یا خیر؟ اگر تاریخ باستان را خوانده باشید، روم هیچ وقت نمی توانست کل امپراتوری روم را کنترل کند. کابل هم یک همچین حالتی دارد. کابل از او برنمیآید تا که بتواند مدت طولانی این کشور را کنترل بکند. شاید شما بگویید که نه، چرا نه؟ آمریکایی ها مگر اینجا نبودند؟ مگر بزرگترین ارتش و هواپیماها را نداشتند؟ توانستند کشور را کنترل کنند؟ این قسمت را شده کامنت بدهید برای ما. خاک افغانستان طوری می باشد که با یک ارتش خیلی کوچک می توانه جلوی ارتش بزرگ را بگیری و دلیلش این است که همین کوهستان ها و تنگه ها می باشد. دقیقاً همین بلایی را که ما تعریف می کنیم سر امپراتوری بریتانیا، آمریکا و از همه بیشتر شوروی پیاده شده است. شوروی تا دندان مسلح وارد این کشور شد، اما نتوانست این خاک را کنترل بکند. یکی دیگر از دلایل سختی‌های کنترل این کشور این می باشد که به علت کوههای سر به فلک کشیده و جنگ و فقر، جاده در این کشور زیاد ساخته نشده است و اگر هم ساخته شده خیلی راحت از کار می افتد. یعنی با انفجار یک پل می توان راه را بست و پلیس هم اگر وجود داشته باشد نمی تواند به همه جا برسد. وقتی جاده وجود نداشته باشد امنیت هم وجود ندارد، چون که هر کسی می تواند برای خودش سر بلند کند و هر ظلمی که می خواهد سر مردم در بیارد. افغانستان با وجود معادن گرانبهایی که دارد اما در فقر به سر می برد و جاده سازی در کوهستان هم بسیار هزینه بر است. میگویند که هر مایل جاده سازی در کوههای افغانستان 5 میلیون دلار پول لازم دارد. یک مقداری ساخته شده است اما آن اصلاً کافی نمی باشد. خلاصه این که اگر آمریکا و شوروی که سهل می باشد ارتش فضایی ها هم به افغانستان حمله کند می تواند آنجا را تصرف کند، ولی نمی تواند دوام بیارد. بعد از یک مدت باید بگذارد و برود. تنها طوری که می شود این کشور را یک پارچه و متحد نگه داشت این است که دست خود ملت افغانستان باشد، ملتی که با هم متحد باشد، نه بر ضد هم باشد. نمیخواهیم ما که در این کلیپ کسی را محکوم کنیم و تقصیر قوم به خصوص بیاندازیم.
اما فقط این را بدانید که مرزهای افغانستان چه در شمال، چه در جنوب، چه در شرق و چه در غرب برای منفعت روسیه و بریتانیا کشیده شده است. امیدوار هستیم که افغانستان عزیز به آرامش و امنیت دائمی برسد. با امید آن روز.